سلام. تا به حال شده به خاطر حرف گوش کن بودنتون مورد سوء استفاده اطرافیانتون قرار گرفته باشید؟ رمانی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم بی ربط به این موضوع نیست. رمان من نوکر بابام نیستم نوشته احمد اکبرپور. این رمان در سال 1393 توسط نشر افق به چاپ میرسه و تا الان حدود 17-18 مرتبه هم تجدید چاپ شده. موضوع رمان در رابطه با نوجوانیه که در یک خانواده سنتی و شلوغی به دنیا میاد. داوود پسر حرف گوش کنی بوده که برخلاف بقیه برادرهای دیگرش تا حالا از پدرش کتک نخورده بوده و بقیه برادرها به خاطر این موضوع بهش میگفتن نوکر بابا. داوود اوایلش از این موضوع بعدش نمی اومده. گفته خب باشم نوکر بابا. اینکه یه روز پدر با یه بسته اسکناس وارد خونه میشه. اون بسته اسکناس از غذا داخل چای مسترا میفته و پدر هم به خاطر اون روحیه مستبدی که داشته توقع داشته یکی از بچه‌هاش وارد چای مسترا بشن و اون بسته اسکناس رو بیرون کنن. داوود از ترسی که این اتفاق برای اون نیفته و اون مجبور نشه که وارد چای مسترا بشه میره و خونه عمه‌اش قایم میشه. از اون طرف مدرسه به بچه‌ها گفته بودن که یه مبلغی و پول برای مدرسه بیارن و خب پدر هم از این موضوع سوء استفاده میکنه و به بچه‌ها میگه که حتما یکی باید وارد چاه بشه و اون پول رو برداره و هیچ کس اجازه نداره از این مسترا استفاده. از طرفی بچه‌ها به خاطر اینکه راضی نمی‌شدن داخل چاه برن و داوود هم خودشو گم و گور کرده بود خونه عمه‌اش تصمیم میگیرن که پولو از پدر بدزدن ولی حاضر نمیشن داخل چاه برن. اینکه حالا چه اتفاقایی برای داوود میفته و بقیه برادرها، به نظر من کتاب رو بخونید. میذارم به عهده خودتون. در رابطه با نثر این کتاب در اون مایه طنز داره اما رئال اجتماعیه. در مورد مسائل و مشکلاتیه که بچه‌ها با پدر مادرشون دارن و همچنین با مدرسه. به نظرم این کتاب برای درسته برای گروه سنی نوجوانه. این رمان به درد کسایی میخوره که تا به حال علاقه زیادی به کتاب خوندن نداشتن و تازه میخوان کتابو شروع کنن یا به نویسنده هایی که دوست دارن نثرشون صریح و روون و با جملات کوتاه باشه و همچنین برای کسایی که علاقه به رمان‌های 100% نوجوان دارن. از اینکه تا آخر ویدیو با من همراه بودین صمیمانه سپاسگزارم.